میخوندم از عمق نگات عمری برات اما ندیدی گلم. چیکار میکنه؟ چیکار میکنی؟ من بهت نگفتم موتور رو نمیفروشی؟ من کی گفتم رفیقم لازم داره؟ موتور فروشی نی، برو به سلامت. وقت 2 ساعت الاف شما نیستیم اینجا. فروشی نیست، برو به سلامت. دفعه دیگه از بزرگترت اجازه بگیر. تو تازه سر از دختر وردی. حالا دیگه برای من رفیق باز شدی بچه؟ من رفیق داشتم تو زندگیم بدون هم نمیشاشیدیم. رفیقای من فرق داره. هی برای من رفیق نکن که پشت دست تو دهنت میزنم ها. من رفیق داشتم ننه باباش به خاطرش تو پاسگاه دادگاه نمیرفتن. گوشوار ننه رو فروختم، رضایت شاکیشو گرفتم. حالا دیگه برای من رفیق باز شدی؟ من ننه اینا رو تو یه چاچراغ نمیبردم، ولی با رفیقام کل ایرانو میگشتم. تهش کی موند؟ تو هم که خیلی غیرتی هستی فردین بازی میخوای در بیاری، فکر آبجیت باش که 3 سال اینجا منتظره، هنوز جهیزیه‌اش آماده نشده. اگه میخوای رفیقاتو خوب بشناسی فقط کافیه یه قدم ازشون بالاتر باشی. ببینم کی میمونه برات. آکاکو